مقصدت را گپ زن اردشیر. چی گفتی؟ چیزی که شنیدی. صغیره کمتر بلند گپ زدیستی. تو از من میخوایی که مقصدم رو گپ زنم. مایلش. های ما کمگانیم زیبندی را آمدهیم. های لبتش نشیدیم خوردنی آمدهیم. اینه تشنه و نی گشنه اینه خوردنی دلگیر شدیم دیده نیار آمده وای داده. شیرگم با دقت گوش کنی. اختا زلفی خطا آهو پریشو کرایی. منکی منجلقه بی سر سامو کری. اختا زلفی خطا آه پریشو کری. اکنون میتوانید بروید. راستی یک ترس وجودم را فرا گرفته است.